خب سلام و درود همراهان بسیار عزیز و بی‌نهایت ارجمند. ما رسیدیم به روز هفتم موفقیت. روز هفتم موفقیت عزیزان خودتان را برای آموزش دائمی عادت دهید نام دارد. خوب چون هر وقت لطفاً دفتر و قلم خود را فراموش نکنید عزیزان. در روز هفتمی که براین تریسی برای ما شما پیشنهاد میکند از دنیس ویلت مثال میبرد که آموزشی بردوام حداقل نیاز برای موفقیت در هر کسب و کاری است. هوش توانایی و تشبث شما میگوید او بیشتر از آن اندازه است که تا کنون استفاده کردید. شما داناتر از آن هستید که فکر میکنید مانع نیست که نتوانید آن را از سری راه بردارید. مسئله نیست که نتوانید آن را حل کنید و هدف نیست که با استفاده از توان فکری و موفقیت خودتان به آن دست یابید. ولی فکر شما شبیه یک ماهیچه و یا یک مسکول است. فقط با استفاده کردن از آن قوی می شود. وقتی می خواهید بدن سازی کار کنید و تمرین کنید، روی ماهیچه های خود کار می کنید تا آنها ساخته شوند. برای اینکه هوش و ماهیچه های فکری شما تقویت یابند، باید مغز خود را به کار بیاندازید. و عزیزان خبری خوبه که ما برای شما داریم این است که هر چقدر بیشتر یاد بگیرید، قدرت آموزشی شما افزایش پیدا میکند. مثلا وقتی ورزش را بیشتر تمرین میکنید، توانایی شما در آن ورزش افزایش پیدا میکند. مثلا فوتبال، تنیس، والیبال و امثال این. و یا هر چقدر خودتان را بیشتر با آموزشی دوامدار عادت دهید، درک و مهارت آموزشی شما بیشتر می شود. رهبران علاقمندان آموزش هستند عزیزان. آموزش دائمی فراموش نکنید که کلید قرن 21 است. آموزش دائمی و پیوسته حداقل نیاز برای موفقیت در رشته خودتان یا هر رشته دیگری است. همین امروز تصمیم بگیرید که دانشجوی کسب خود شوید و بگویید که میخواهم آموختن را ادامه دهم تا برای بقیه عمرم بهترین باشم. عزیزان 3 کلید برای آموزش دائمی وجود دارد. کلید اول مطالعه درباره رشته خود به مدت روز حداقل از 30 تا 60 دقیقه. خواندن برای مغز مثل ورزش برای بدن است. اگر هفته یک کتاب بخوانید، سال 50 کتاب خواهید خواند. 50 کتاب در سال به 500 کتاب در 10 سال آینده تبدیل خواهد شد. چون بزرگسالان عادتاً سال کمتر از یک کتاب میخوانند، وقتی شما از روز 1 ساعت و هفته 1 کتاب را شروع کنید، تأثیر شگفت انگیز آن را در پیشرفت خود به خوبی احساس خواهید کرد. با روز 1 ساعت مطالعه به یکی از باهوشترین، لایقترین، پرکارترین و خوش حسابترین فرد در زمینه فعالیت خود تبدیل خواهد شد. این راز بسیار مهم است عزیزان. کلید دوم آموزش دائمی گوش دادن به برنامه‌های علمی و آموزشی رادیویی و یا رادیوی اتومبیلتان می باشد. وقتی به اتومبیل از جای به جای دیگر می روید، از این برنامه‌های رادیویی یا اودیویی می توانید فراوان استفاده کنید. به طور میانه هر فرد سال از 500 تا 1000 ساعت پشت فرمان اتومبیل خود می شیند. این زمان برابر 12 تا 24 هفته 40 ساعتی می باشد یا 3 تا 6 ماه کاری که در ماشین سپری می کند. به عبارت دیگر برابر یکی از 2 کورس دانشگاهی است. اتومبیل خود را به ماشین آموزشی تبدیل کنید. یعنی وقتی پشت فرمان نشستید، فکر کنید که در صنف درس دانشگاه در کورس دانشگاه به حرف استادی که همان رادیو باشد گوش میکنید. به این دلیل است که آموزش شنیداری را مهمترین اختراع در آموزش و حتی مقدم به اختراع چاپ میدانند. خوب کلید سوم باشد
آموزش دائمی شرکت در هر جلسه یا سمیناری است که به دانستنی های شما درباره رشته‌تان کمک میکند. ترکیب کتاب ها، برنامه های آموزشی و سمینارها به شما این امکان را خواهد داد که صدها ساعت و هزاران دلار صرفه‌جویی کنید و با سالهای سخت‌کوشی و موفقیت مالی مورد نظر خود دست پیدا کنید. عزیزان، همین امروز تصمیم بگیرید تا در تمام عمر دنبال آموزش باشید. زیگه هواره تا گور دانش بجوی و تأثیر شگفت انگیزی آن را در زندگی و شغل خود به زودی احساس خواهید کرد. آموزش دائمی میتواند عامل مهم در ثروتمند شدن خودساخته و یا ثروتمند شدن شما کمک کند. عزیزان، این تمرین عملی را حتما نویسید که برایان تریسی میگوید موضوعی را انتخاب کنید که توانید واقعا کمک کند تا در رشته‌تان موفق‌تر و مؤثرتر باشید. یک هدف را در رشته‌تان به عنوان اصیل انتخاب کنید. آن را برای خود یک وظیفه بدانید. آنگاه هر روز روی این موضوع مطالعه کنید و به برنامه‌های شنیداری در رابطه با این موضوع گوش کنید. روی این لایحه کار کنید، زیرا آینده شما به آن بستگی قوی دارد. فقط شروع کنید. عزیزان، این پایان درس هفتم بود که پیشکش شما عزیزان گردانیدیم. تا درس‌های دیگر همیشه پیروز موفق باشید.